هموطنان عزیز اجازه بدین وارد قسمت دوم برنامه امشب بشیم، چون ما همون گونه که همیشه اعلام کردیم هم درد رو میگیم هم دوای درد. اجازه بدیم به کلیپ بعدی پیش بدیم در رابطه با 16 آذر. سپاسگزارم. بهرام آوار عزیز، هموطنان اجازه بدین قسمت دوم برنامه امشب بشیم، چون ما همون گونه که همیشه اعلام کردیم 16 آذر روز بیداری جنبش دانشجویی در راه است. بیداری را همراه شوید. جنبش دانشجویی در تاریخ معاصر ایران همواره پیشگام در مبارزه و پرچمدار آزادی خواهی بوده است. امروز نیز در هنگامی که استبداد و ارتجاع نظام ولایت فقیهی جمهوری اسلامی با هر نشانی از آزادمنشی و آزادی خواهی در ستیز است و فشار اقتصادی و عدم آزادی‌های اجتماعی عقیدتی زندگی مردم ایران را به تباهی کشانیده، چشم امید مردم ایران به جوانان آگاه این مرز و بوم و در رأس آنان دانشجویان و جنبش دانشجویی می باشد. مبارزه ما با نظام جمهوری اسلامی در موارد جزئی و غیر اساسی که به اصطلاح جا اندازان جمهوری اسلامی در رسانه ها مطرح می کنند نیست. رسانه هایی که اکثرا متعلق به مردم ایران هم نیستند و دغدغه‌ای بجز پیشبرد منافع رسانه‌ای خود را ندارند، نه از مردم و نه برای مردم ایران هستند. اسفا که بسیاری به جای آفریدن خوب به بد عادت کردند. جوانان و مخصوصاً دانشجویان ایران زمین باید با توجه به آنچه برای اطلاع میهن و هم میهنان لازم و ضروری در این برهه حساس بیدار و فعال باشند. اعلام هرچه رساتر مطالبات اصولی و اساسی مردم بر همه ما وظیفه است. از سال روز 16 آذر آنگونه که باید و شاید استفاده کنید. در داخل با برپایی حرکت‌های اعتراضی در محافل دانشجویی و در خارج با برپایی گردهمایی و تظاهرات خیابانی بلندگوی خواستها و مطالبات برحق مردم ایران باشید. مردمی که از روی ناچاری اقتصادی اجتماعی و در نبود نیروی سیاسی مشوق و محرک مجبور به شکیبایی و دردکشی هستند. صدای بی صدایان باشیم و از هر فرصتی برای حق جویی و ضربه‌زنی به دشمن استفاده کنیم. نیروهای پراکنده ما اگر در جهتی مشخص و یگانه متمرکز شوند به یقین شکست ناپذیر و پیروز خواهند بود. نام کشورها و شهرهایی که تاکنون برای برگزاری تظاهرات 16 آذر اعلام آمادگی کرده اند: شمال سوئد، مرکز شهر ویسکه، استان واستربوتن از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر. شمال سوئد، مرکز شهر شلسیو، استان واستربوتن از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر. هلند، شهر دنهاگ، روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. نروژ، شهر اسلو، روبروی پارلمان از ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر. بلژیک، شهر بروکسل، خیابان 15 روزولت، روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر. آلمان، شهر فرانکفورت، روبروی سفارت جمهوری اسلامی ایران از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. آلمان، شهر کلن، روبروی ایستگاه مرکزی قطار از ساعت 3:30 بعد از ظهر. زنده باد آزادی، زنده باد ایران. انجمن رهایی جوانان ایران، سازمان ایرانیان سکولار دموکرات خود، 30 آبان ماه 1392. زنان عزیز، 16 آذر 4 روز دیگه است، یعنی همین شنبه که میاد. 4 هفته پیش زمانی که ما اعلام کردیم
4 هفته پیش زمانی که ما اعلام کردیم در رابطه با 16 آذر یه تعداد از شهرها بودن. خوشبختانه شهرها و کشورها دارن اضافه میشن و ما امیدواریم همه هممیهنان در این مسئله بزرگ شرکت کنن و همه برنامه‌هایی که چون ما میدونیم چند روز بعدش هم روز بین المللی صلح و آزادی هست و حقوق بشر. با همدیگه به سوئد میریم. شهرام بهروزی عزیز، یکی از یاران انجمن رهایی جوانان ایران. شهرام گرامی، چقدر مهمه اجرا کردن این برنامه؟ من میدونم شما در سوئد همین کاری میخواین انجام بدین، ولی شما صحبت کنید با هموطنان در سرتاسر دنیا برای اهمیت این حرکت‌های مردمی. بفرمایید. درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مهدوی و سایر عزیزانی که امشب در خدمتشون هستیم. همچنین درود میفرستم به تمام همیهنان و مبارزین راه آزادی و شبکه میهن تیوی و همچنین جناب آقای سعید بهبهانی. 16 آذر روز دانشجویی است، روز بیداری جنبش دانشجویی. ما باید این بیداری رو با هم همراه باشیم. جنبش دانشجویی در تاریخ معاصر ایران همواره پیشگام در راه مبارزه و پرچمدار آزادی و آزادیخواهی بوده و هست. امروزه هنگامی که استبداد و ارتجاع نظام ننگین ولایت فقیه با هر نشانی از آزادمنشی و آزادیخواهی در ستیزه و فشار اقتصادی و عدم آزادی‌های اجتماعی و عقیدتی زندگی تمامی مردم ایران رو به تباهی مطلق کشانده، چشم امید مردم ایران به جوانان روشنفکر، این روشنفکری مرد و بومه و به خصوص در رأس آنها دانشجویان و جنبش دانشجویی در ایران و سرتاسر جهان. این مبارزه تمام وطن پرستانه، آزادی خواهان و اقشار ملت ایران و دانشجویان با نظام منفور جمهوری اسلامیه که بجز فقر و فحشا، تجاوز و سنگسار و زندانی سیاسی چیزی به ارمغان نیاورد. حکومتی که با نام دین و مذهب و عوام فریبی 35 سال بر کشور ایران حکومت نامشروع کرده و کارنامه قتل و جنایت‌های زنجیره‌ایش بر همه کس آشکاره. این مبارزه بر سر موارد جزئی و غیر اساسی که به اصطلاح جا اندازان جمهوری اسلامی در رسانه‌های عمومی مطرح می‌کنند نیست. مطبوعات و رسانه‌هایی که اکثر متعلق به مردم ایران هم نیستند، هیچ هدفی به غیر از پیش بردن اهداف و نقشه‌های پلید خودشون ندارند. نه از بحث مردمن و نه برای اهداف آنها. این وظیفه ما و تمام دانشجویان و همه مردم ایران زمینه که باید هوشیار بوده و هرچه که برای اطلاع میهن و هم میهنانمان لازم و ضروری است انجام بدیم. بیدار، آگاه و فعال باشیم. در سالروز 16 آذر در داخل ایران باید با برپایی حرکات اعتراضی در محافل دانشجویی و در خارج از کشورم با گرد همایی و اعتراضهای خیابانی بلندگوی صدای مردم ایران و نسل فردا باشیم و از خواسته ها و مطالبات از دست رفته مردم دفاع بکنیم. مردمی که از روی ناچاری و از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و در نبود گروه‌های فعال سیاسی و متشکل مجبور به تحمل رنج و درد بوده و غیر از صبر و شکیبایی کاری از دستشون بر نمیاد. ما باید در این روز گرامی از تمام فرصت‌های به دست آمده برای احقاق حق و براندازی و ساقط کردن این رژیم نامشروع استفاده بکنیم. حکومتی که داره هویت ملی، شخصیت تمام ایران و ایرانی رو با اون همه پیشینه مثبت تاریخی و فرهنگی و اجتماعیش که داشتیم زیر سوال ببره و به نابودی مطلق بکشه. مطمئن باشیم که عوامل این جنایتکار این رژیم در مقابل دادگاه‌های مردمی و میهنی به زودی زود مجازات میشن. ما باید 16 آذر رو به صورت روز جهانی در سرتاسر جهان به اثبات برسانیم. به عنوان روز دانشجو و حقوق بشر، به عنوان دفاع از زندانیان سیاسی و به عنوان روز نبع اعدام ها و فقط به فکر آینده ایران و ایرانی و نسل آینده باشیم. شاید نسل های بعدی
واقعا بتوانند با کمرنگ شدن شیعه زدگی و دین و مذهب در افکار و باورشان در آزادی زندگی بکنند. من مطمئنم که مطرح کردن یه سری از مسائل که در رابطه با جزایر هم حتی جواد ظریف مطرح کرد، مطمئن باشین که مطرح کردن یه همچین موضوعاتی یک سیاست کثیف از طرف دولت غیر مردمی و ولایت فقیهی برای دل مشغولی و انحراف افکار عمومیه و به بیراه بردن تظاهرات دانشجویی، اعدام‌ها و عزیزانی که به خاطر افکار سیاسیشون در زندان‌ها به سر میبرند که شاید سعی بکنن از این طریق روز 16 آذر رو کمرنگ کنن. سپاس فراوان شهرام بهروزی عزیز. به نکات بسیار مهمی جناب بهروزی اشاره کردن. هموطنان عزیز اجازه بدین با هم به قسمت دیگه از سوئد بریم و این بار با دوست عزیزمون یکی از یاران انجمن رهایی جوانان ایران امیر امینی که اتفاقا زحمت بسیاری از این کلیپ هایی که امشب هم یکی دو تاش رو خواهیم دید کشیدن. امیر جان به نظر شما چقدر مهمه همونطوری که جناب بهروزی هم اشاره کردن از این فرصت ها استفاده بشه و چقدر ما مسئول هستیم که همه دنیا رو پر کنیم از این اخبار در رابطه با اعدام ها، در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران؟ بفرمایید. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مهدوی و تمام دوستان و بینندگان و شنوندگان عزیز و خدمت آقای بهبهانی که این برنامه رو در اختیارمون گذاشتن. جناب مهدوی همونجور که میدونین این تظاهرات و اکسیونایی که در کشورهای خارجی برگزار میشه خیلی مهمه و جنبه اطلاع رسانی خیلی بالایی داره و با توجه به فعالیتایی که در جمهوری اسلامی قبلا انجام شده می‌بینیم که اقداماتی که توی دوره احمدی نژاد انجام شد که فعالای دانشجویی و اساتید و استقلال آکادمیک کشور انجام شد بر یه انقلاب فرهنگی دوم میدونم اونو. جا داره اینجا اضافه کنم چیزی که به عنوان انقلاب فرهنگی اول معروف بوده مجموعه اقداماتی بود که شدیدترین شکل اون تعطیلی دانشگاه ایران از سال 59 تا 62 بوده که به نام پاکسازی دانشگاه از عناصر غربی انجام شد. اما مجموعه جریاناتی که توی 8 سال دوره کار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی انجام شده در اشکال مختلفی مثل محرومیت‌های تحصیلی، ستاره‌دار کردن دانشجویان، اخراج دانشجویان، بازنشستگی پیش از موعد اساتید، عدم تمدید قرارداد اساتید، توقیف نشریات و تشکل‌های دانشجویی بوده که خیلی زود از سوی دو طرف چه مخالف و چه موافق این عمل به عنوان انقلاب فرهنگی دوم نامیده شد. با این همه فعالان معتقدند که این اقدامات شکست خورده و فعالیت دانشجویی همچنان ادامه داره. یعنی جناب مهدوی این در صحت حرف شما که نشون میده هنوز با توجه به تمام مشکلاتی که پیش روی دانشجوها و مملکت بوده هنوز این جنبش فعاله. می‌بینیم که دولت روحانی اعلام میکنه که کارگروهی رو برای بازگردوندن دانشجوهای اخراجی و اساتیدی که خلاف قانون اخراج و یا بازنشسته شدن شکل گرفته. با توجه به این صحبتایی که داشتم خدمتتون جناب مهدوی این سوال پیش میاد که آیا انقلاب فرهنگی دوم رو به پایانه؟ یعنی که به شدت اون افزوده میشه و سرعت بیشتری میگیره که به نظر من احتمالاً تا چند روز آینده به پاسخ این پرسش میرسیم. مرسی. سپاس فراوان امیر امینی عزیز. هموطنان اجازه بدین به کلیپی که اتفاقاً توسط امیر عزیز تهیه شده در رابطه با 16 آذر توجه کنیم، برمیگردیم و ادامه میدیم صحبتمون. همچو
منم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان تنم وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این شبنم، همه جان و تنم وطنم 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 وطنم. بله هممیهنان عزیز، هموطنان گرامی، حالا در انتهای برنامه هم یک کلیپ دیگه داریم که فهرست شهرها و کشورها تکمیل‌تر شده. ما میدونیم در بسیاری از کشورها و شهرها حرکت انجام میشه. از شما هم میخوایم به صورت فعال شرکت کنید، هموطن به صورت فعال شرکت کنید. با هم دوباره میریم به فرانسه. دکتر مرادخانی عزیز، این چقدر مهمه که افراد با هر گونه سوابقی که دارن، با هر مقامی که دارن بیان و شرکت کنن. همونطوری که میگفتم در اوکراین شد، در کشورهای دیگه انجام شد. معمولا این حرکت‌های مبارزاتی باید همه جزوش باشن، چون من متاسفانه دیدم بعضی از نیروهای اپوزیسیون میگن این علمکشی‌ها و این تظاهرات‌ها هیچ تأثیری نداره. شما خودتون هم میخواین شرکت کنید، درسته؟ بفرمایید. بله دقیقاً. این صحبت درست نیست. همواره خواست مردم به توسط مردم و با صدای مردم به گوش سردمداران رسیده و مردم همواره در حرکت‌هاشون رهبر داشتن و نیروهایی بودن که به هر صورت پیشگام می‌شدن و پیشگام هستن. ما نمیتونیم دنیایی تخیلی رو درست بکنیم و بایستی به واقعیت‌ها و وقایعی که در جهان میفته توجه کنیم و ما هم مستثنا نیستیم. من شخصا همراه دکتر آوار در بروکسل خواهم بود شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی حضور خواهیم داشت و امیدوارم و فکر میکنم که همه افراد و شخصیت ها بایستی به این وظیفه میهنی و ملی خودشون عمل بکنن و حضور ما موجب دلگرمی نیروهای جوان که خب اصل مبارزه به دست اونهاست ولی نیازمند دلگرمی هستن و مخصوصا برای نیروهای داخل که خیلی خیلی هزینه میدن و هزینه های بسیاری داده شد. سپاس فراوان دکتر مرادخانی عزیز. دکتر آوار گرامی، پس شما هم همراه دکتر مرادخانی از آلمان تشریف میبرین به بلژیک و در بروکسل هستید. از زبان شما میخواستیم بشنویم چقدر مهمه هممیهنان از گروه‌های مختلف. من دیدم خوشبختانه گروه‌های راست چپ همه دارن، مخصوصا الان هم که این 2 روز روز جهانی حقوق بشر و 16 آذر نزدیک شده و مخصوصا با این پیام نه به اعدام، نه به جمهوری اسلامی
و آزادی زندانیان سیاسی، شما از مردم چه میخواین دکتر آوار عزیز؟ عرض کنم خدمتتون که همونطور که جناب مرادخانی گفتن، ما برای تظاهرات در بروکسل شرکت خواهیم کرد. برای دوستان جوانمون این رو در حقیقت میخوام بگم پیشگامی خواهیم کرد، نشون خواهیم داد که ما هم واقعا دنبال این مطلب هستیم که جمهوری اسلامی باید بره و برای رفتن جمهوری اسلامی ما نمیتونیم بشینیم و منتظر باشیم که خود اونها خداحافظی کنن و برن، بلکه این جمهوری اسلامی رو باید بیرون کرد، باید براندازی کرد. برای این براندازی باید اول بهش گفت ما تو رو نمیخوایم. به دنیا باید گفت که ملت ایران این جمهوری اسلامی رو نمیخوان، نمیتونن با این جمهوری اسلامی کنار بیان. این جمهوری اسلامی فقط برای خودشه، وگرنه برای ملت ایران نه کاری انجام میده نه اینکه وظیفه‌ای داره. وظیفه‌ای که به احساس میکنه کشتن جوانهاشه، اعدام زندان جوانهاشه، بردن و شکنجه دادن آنهاست، با یک اعترافاتی که تحت شکنجه از اونها میگیره اینها رو میفرسته برای قاضی هایی که اونها هم هیچ گونه اطلاعی از قضاوت ندارند و حکم اعدام بر اونها صادر میکنه و بسیاری اعدام میشن. ما الان توجه کنید ببینید که این اعدام ها به چه صورت پیش میره. در زندان قزل‌حصار تعداد زیادی رو اعدام کردن، در شهرهای مختلف ایران افراد مختلف رو اعدام کردن و اسمش هم میذارن که اینها معتاد بودن یا مواد مخدر داشتن یا فلان فلان. هیچ کسی به دقت نمیدونه که اینها کی هستن، چرا. بعضی ها رو خب میشناسن میدونن ولی خیلی ها رو نمیشناسن و اونا اعدام میشن بدون اینکه کسی خبری داشته باشه. بنابراین من معتقد هستم که ملت ایران باید بدونه ما که میریم بیرون و ما که اعتراض میکنیم، ما که میریم تظاهرات میکنیم برای روز 16 آذر، روز دانشجو، فرق نمیکنه، هر روزی 3 روز بعدش هست که 3 روز بعدش روز در حقیقت سازمان ملل هست برای عفو بین المللی. بنابراین وقتی که ما میریم اونجا و این روزها رو بزرگداشت میکنیم، بزرگ میداریم و به جمهوری اسلامی دندونهامون رو نشون میدیم و میگیم ما تو رو نمیخوایم، این اعدام ها باید ختم بشن، نباید این روش ادامه داشته باشه، شما باید برید، ملت ایران هم باید بیسته، باید بلند شه و بگه ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، باید بره، باید براندازی بشه، باید نظامی سر کار بیاد که برای ملت کار میکنه، برای این ملت بزرگ ایران میتونه کار انجام بده، نه اینکه یک عده افرادی که نه دانایی دارند، نه توانایی دارند و نه خرد کافی برای اداره این کشور. سپاس فراوان دکتر آوار عزیز. شهرام بهروزی عزیز در سوئد، بعضی از مقامات جمهوری اسلامی شکم خودشون رو صابون زدن که شاید برن در بعضی از این دانشگاه ها و مراسم هایی رو اجرا کنن برای 16 آذر. چقدر مهمه که دانشجویان ما، همونطور که شما گفتید، هنوز بیدارن، هنوز در صحنه هستن، این مراسم ها رو هم همونطوری که در گذشته چندین بار کردن به خودشون اختصاص بدن و صدای دانشجویان حقیقی باشن. بفرمایید. جناب مهدوی، دوست ندارم بیشتر مسئله رو کش بدم توی قضیه، بر همگان واقعا واقف و روشن هستش این مطلب. مطمئن باشین که مطرح کردن یه همچین صحبت‌هایی و رفت و آمدهایی که این آقایان به اصطلاح دارن انجام میدن، یک سیاست کثیف از طرف دولت غیر مردمی و ولایت فقیهیه، فقط و فقط برای دل مشغولی و انحراف افکار عمومی، به بیراه بردن تظاهرات دانشجویی، اعدام‌های عزیزانی که به خاطر افکار سیاسیشون در زندان‌ها به سر میبرن و سعی میکنن از این طریق بتونن یک جوری اینو کمرنگش بکنن در واقع که به اهداف خودشون برسن. من جا در اینجا یه پیامی هم داشته باشم از طرف خودم و تمام شما و دوستان عزیزی که برای روز 16 آذر واقعا دارن فعالیت میکنن و مبارزه میکنن. مطمئن باشن که روز 16 آذر بسیار بزرگ و گرامیه برای ماها. برای گرامی داشتش از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم، تا آنجا که در توان و امکانات ما باشه.
حامی و پشتیبان دانشجویان و مردم ستمدیده ایران خواهیم بود و هستیم و برقراری یک حکومت سکولار دموکرات در کشور عزیزمان امیدواریم بهش دسترسی پیدا بکنیم و این نهال آزادی را با مبارزه عملی به ثمر خواهیم رساند و این مبارزه شدنی است و باید این حکومت عوام فریب و سرتاپا فاسد و نامشروع براندازیم و این حکومتی که روی پایه‌های جهل و خرافات واقعا استوار شده و تکرار میکنم ممنونم. سپاس بیکران شهر. بفرمایید. اجازه بدین یک شعری هم در این رابطه بخونم، وقت به دیگر دوستان میدم. هیولای درونت با وضو طاهر نمی گردد، گوارا کی شود آبی که از نطفه گلالود است. با تشکر. سپاس فراوان. مشخصا هیچ وقت گوارا نمیشه جمهوری اسلامی. و اینجا سخن آخر رو به امیر امینی عزیز در صحبت میدیم. امیر جان، میدونیم که باز هفته دیگه هم اینا قرار این مذاکرات مسخره خودشون رو ادامه بدن، هنوز دارن خودشون رو آماده میکنن و این چقدر مهم هست که سر تا سر جهان آماده بشه برای نشون دادن عکس زندانیان سیاسی، برای نشون دادن عکس کشته‌های توسط جمهوری اسلامی انجام شده و بهتر انجام دادن این حرکت برای پر کردن فضای جهان در برابر این کارهای جمهوری اسلامی. بفرمایید، 2 دقیقه فرصت در اختیار شماست. درسته، دقیقاً جناب مهدوی. در صحت صحبت‌های تمام دوستان عرض کنم که مذاکراتی که هفته آینده قرار انجام بشه رو ما میتونیم با حرکات هماهنگی و تظاهرات هماهنگ با داخل و خارج کشور و حضور پررنگ مردم که میتونه با شعارهای نه به اعدام و زندانی سیاسی باید آزاد شود که مذاکرات رو زیر سوال ببریم که مشکل اصلی ما مذاکرات یا اتم نیست. مذاکرات مشکل اصلی ما مشکل اقتصادیه، مشکل فرهنگیه که تو جامعه گریبانگیر مردم شده. مشکل اصلی ما اینه. مرسی. سپاس فراوان امیر امینی عزیز. هموطنان عزیز، برنامه این بار ما هم به پایان رسید، ولی مطمئناً همتون میدونید مبارزه ما تموم نشده تا موقعی که چیزی به اسم جمهوری اسلامی وجود داره. از همه شما تقاضا میکنیم حتما در شهر و محل زندگی خودتون به تظاهرات هایی که هست برای 16 آذر بروید. نگاه نکنید چه گروهی، دیگه گروه مطرح نیست، ما هممون یک ملتیم به عنوان ملت ایران. یه عکس زندانی سیاسی، یه عکس ستار بهشتی کشته شده ها به دست توسط جمهوری اسلامی رو با خودتون بردارید و به اونجا برین. همینجا از همه شما تقاضا میکنم به سایت www.mihantv.com برین، با تلویزیون میهن تماس بگیرین، کمک و همیاری کنین ما بتونیم این تصویر و این صدا رو حفظ کنیم. از همه شما هم تقاضا میکنم فیلم و عکس تهیه کنید از اکسیون هاتون، از تظاهراتاتون، یا برای تلویزیون میهن بفرستید یا به سایت ما در انجمن رهایی جوانان ایران یا سایت ایرانیان سکولار دموکرات کل. به هر حال ما با هم باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. روز 16 آذر ماه را بسیار بزرگ و گرامی می‌داریم و برای گرامی داشتش از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزیم و تا آنجا که در توان و امکاناتمان باشد حامی و پشتیبان دانشجویان و مردم ستمدیده ایران بوده و هستیم. بدیهی است که این یک فراخوان فراجناحی و فراحزبی است و تحت پوشش مستقیم هیچ حزب و یا اپوزیسیونی نیست. 7 دسامبر 2013 مطابق با 16 آذر ماه 1392 ما صدای زندانیان سیاسی خواهیم بود. فراخوان تظاهرات و گرامی داشت روز دانشجو و روز جهانی حقوق بشر
نه به اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در کشورهای ایران، سوئد، آلمان، بلژیک، هلند، نروژ، انگلیس، سوئیس، آمریکا و سایر کشورها. 16 آذر را با خون نوشتند. دوباره جنبش دانشجویی را زنده خواهیم کرد. همراه با ایرانیان شمال سوئد در روزهای 7 و 8 دسامبر مطابق با 16 و 17 آذر ماه 1392 در شهرهای شلفتیو و بیسکه از استان وستربوتن در مرکز شهر از ساعت 13 الی 15 در کشور آلمان در مقابل کنسولگری و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در شهرهای فرانکفورت از ساعت 13 الی 16 و همچنین در شهر زوریخ جنب ایستگاه قطار روبروی کوب از ساعت 14 الی 17. در کشور بلژیک خیابان 15 روزولت مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی از ساعت 14 الی 16. فراخوان ملی برای نه به خشونت، نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در کشور هلند 7 دسامبر از ساعت 13 الی 16 بعد از ظهر در شهر دنهاغ روبروی لانه جاسوسی جمهوری ننگین اسلامی و همچنین در کشور انگلیس اعتراض به اعدام و کشتار هموطنان بی‌دفاع و دیگر اندیشان در مقابل مرکز اسلامی لندن برگزار می‌گردد و برگزاری تظاهرات همزمان در سایر کشورهای جهان و شهرهای ایران. بیایید همه با هم صدای فریاد مردم ایران باشیم و بیایید هویت ملی و شخصیت تمام ایرانیان را با آن همه پیشینه مثبت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از این حکومت عوام فریب و سر تا پا فاسد و نامشروع پس بگیریم و براندازیم این رژیم جهل و خرافات را. هیولای درونت با وجود حاضر نمی گردد، گوارا کی شود آبی که از نطفه گلالوده است. درود بر ایران، درود بر آزادی.